آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهوری افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی نغمه در کشور امریکا. دلیل نشر تصاویر وفات نغمه در صفحات مجازی چی بوده است؟ گفتنی های تازه دوزاران و طرفداران نغمه در این باره و حقایق تازه از زبان شفیق مرید دامادش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند بی‌بدیل، ستاره ماندگار در میان مردم افغانستان است. مدت 50 سال می شود کارهای هنر موسیقیش را به طور مسلکی ادامه می دهد و اصالتا پشتون است ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. وی دوره لیسه را در کابل به اتمام رسانید و در زمانش نغمه منصبدار بود. وی با منگل ازدواج کرد. ازدواج اول نغمه بعد از آن که نغمه شهرت خوبی کسب کرد از شوهرش جدا شد و در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد. ازدواج دوم نغمه هم موج انتقادات را به همراه داشت ولی نغمه از همسر دومش فرزندی ندارد. این همه در حالی است که نغمه هنرمند خوب کشور اکنون در امریکا زندگی می کند. مدت 1 ساله است کاملا از راه هنر موسیقی به دور است. تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که نغمه وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که آیا با واقعیت نغمه وفات کرده است و یا هم خیر، ولی نشر تصاویرش در صفحات مجازی موج انتقادات را به همراه داشته است. ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.